امام یک مسجد بر یک دختر 10 ساله در ولایت کندوز تجاوز کرده است. فرمانده پلیس ولایت کندوز میگوید که این امام آموزگار این دخترک بوده است. به گفته پلیس کندوز این امام بازداشت شده است. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. این ناله و فریاد کودک 10 ساله است که یک ملا امام در ولایت کندوز بر وی تجاوز کرده است. این کودک نزد این ملا امام درس می‌خواند. این کودک که در حال حاضر در بیمارستان 200 بستر شهر کندوز بستری است، با ناله و فریاد میگوید که امین الله ملا امام مسجدی که در آن درس می‌خواند او را به زور به یک باغ برده است و پس از بسته کردن دست‌ها و پاهایش بر وی تجاوز کرده است. کل بود مسجد مرد کم بود پیش مرد کو باز مرا کشته زدن چادر انداخت باز پای دست ما بسته کرد باز من چیخ زدم این مگو از خدا نمیتردم گفت. این کودک میگوید که پس از انجام این کار ملا امام مسجد او را تهدید کرده است که هرگاه این رویداد را به خانواده‌اش بگوید اعضای خانواده‌اش را خواهد کشت. مادر این دخترک 10 ساله میگوید که کودکش را به خاطر آموزش علوم دینی به مسجد فرستاده بود. این ملا آمدنش در قشلاق 2 ماه شده کش کرد آمدنش، نه 2 سال شده، نه 1 سال شده، نه 3 ماه شده، 2 ماه شده. از سوی دیگر رئیس امور زنان ولایت کندوز این رویداد را به شدت نکوهش می کند و خواهان کیفر سخت با عامل این رویداد شده است. امیدوار هستم که به شد مجازات که قانون برش پیش بینی کرده به همو جزای اعمالش برسه از طرف خودکانه عدلی و قضایی ما تا پندی برای دیگرها باشه و هیچ مسلمانی و هیچ انسانی به همچو جنایت دیگه مبادرت نورزه. تعجب نکنید، تجاوز ملا بر این کودک در کشور بی پیشینه نیست. چند روز پیش نیست گوش و بینی یک ملا در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان در پیوند به تجاوز بر دختر خاله‌اش از سوی خاله و همسر خاله‌اش بریده شده است.